шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ шунавед. оғози гуфтори нуҳум. مفتش پروکراتور سوربن حامد و شاگردش را خوش پذیرفت. گریزوف همه حجت‌های از شهر آوردهش را از جزودان برآورده به نزد سمدوف گذاشت. مفتش چای ریخته به نزد مهمانها گذاشت و خود کاغذها را به دست گرفت. وی که به نتیجه تشخیص بالستیکی امید داشت، برابر مطالعه خلاصه تشخیص بالستیکی تربوز از بغلش افتید. از اکا خبر داده بودند که نقش پترانی از محلی خشکک دریافته شده در بایگانی نیست. همین یک جمله همه نیت و مقصد مفتش را برباد داد. اما این معنای آن را نداشت که تاکنون از آن اتومات قصد جان دیگری نکرده باشند. شاید همین طرح هم بود، ولی کسی به این کفالت داده نمیتوانست، چون که در حدود جمهوری هنوز جنایت‌های وزنی ناکشاده خیلی زیاد بودند و باز کی میداند. سوربن حامد که سالهای جنگ برادرکشی در میلیسا ادای وظیفه میکرد، نغز در خاطر داشت آن روزها را، چون همه کوروکل صاحب کلاشنیکوف شدند. حرکت آنها جینی از کوزه بیرون آمده را میماند که دیگر میلی به کوزه برگشتن نداشت. چقدر کارمندان میلیسا در این راه جان خویش نثار کردند حسابشان گم، ولی تا هنوز هم در دست برخی از جنها یرا بوده است و واقعی در موضع خشکک‌دره ناحیه گلاباد رخ داده دلیلی همین کار بود. سمدوف کاغذها را یک سو گذاشته اندیشه‌های خویش را نسبت به موادهای گردآورده شده بیان ساخت. در خصوص آن که تشخیص بالستیکی نتیجه نداده است، او اظهار نگرانی کرد و فکری کاپیتان میلیسا سوربن حامد را دانستن خواست. در بایگانی نبودن نقش پتران دایره فعالیت جستجویی را پس نمی کند. مره همیشه یک است، ولی راههای به آن رسیدن گوناگون. بحث نمی کنم. شاگرد از شهر خبرهای آورده است که در دایره پروتکل رسمی بیرون مانده، ولی من باوری دارم که آنها توجه شما را بیدار خواهند کرد. خوب شنویم. گریزوف دیل و بیدیلان هر آنچه که ساعت پیشتر به سوربن حامد در اتاق کارش گفته بود تکرار کرد. فکر شما رفیق کاپیتان، چون در میلیسا ما سر این مسئله اندیشه نمودیم و به خلاصه آمدن نتوانستیم به اینجا آمدیم. جامعه با مصلحت کوتاه نمی آید. ما را اصلا تقدیر صباحت محمد به تشویش آورده است و محض همین حالت را می خواهیم شما به اینابت بگیرید و گمان است که دخترک به کار دست زند. دلیل برای زنی شرق شرم و حیا را پیش پا زدن آسان نیست. مادامی که دخترک هنوز به 17 ندر آمده به خانه جلیل براد رفته است و خودش را همچون کیلین معرفی کرده است، پس در میانه گپی هست. چه خیل گپ؟ اگر دخترک در قید نکاح صالح جلیل نمیشد، بعد شنیدن حادثه مرگ هیچگاه خود را آشکار نمی کرد. مادامی که او به نزد موسفید رفته است، حتی در بطنش داشتن کودک را انکار نکرده است، پس به خلاصه آمدن ممکن است که برای چنین قدمانی اساس داشته است. این اساس چی است؟ به فکرم چون هر یک فرد مسلمان خودتان میفهمید. شما را همین خیل فهمیدن ممکن است که صباحت محمد در قید نکاح صالح بوده است، در قید نکاح از روی شریعت اسلام. بله، برای زنی مسلمان مرتبه این نکاح از آن نکاحی که در اداره عقد نکاح گذاشته می شود کمتر نیست. چون روز ساعتش می آمد، صالح جلیل دخترک را شاید به اداره عقد نکاح هم می برد، ولی در حالتی که هنوز از همسر قانونیش جدا نشده بوده است و صباحت سن سالش به نکاح قانونی نرسیده، آنها تقدیر خویش را از روی شریعت اسلام پیوستند. محض همین حالت ما را تقاضا می‌کند که در رفت تفتیشات صباحت را همچون جبر دیده اعتراف نماییم. به گمان است که دخترک در اینجا به جز صالح جلیل کسی دیگر را گناهکار سازد. صالح جلیل باشد الکی جزای خویش را گرفته است. آنچه که به سر صالح جلیل آمد این سرنوشت اوست و هیچگاه سرنوشت که ازلی است به دایره جزا داخل نمی شود. اکنون می‌خواستیم فکر شما را چون پیری کار شنویم.
مادامی که دختر را در چنین سین و سال به شوهر دادن باید سببی باشد که ما هنوز نمیدانیم. عیب در آش است یا در ماش هنوز معماست. امینم که تفتیشات سر این مسئله برمیگردد. دوم، حالا فریب و دروغ قریب که صدر معرکه شده است و روزی نیست که از روی این مسئله پرونده جنایی آغاز نگردد. جوانان این زمانه را هم فهمیدن دشوار، هرچند در مکتب هم نخوانده از جمعیتی بازرگانی آنقدر درسی مکر و فریب از خود کردند که بران مونخاوزن را هم به یک نول میزنند. ما این کار کردنی نیستیم که صالح جلیل بر این دان ژوئن دست به دامان دخترک 16 ساله نبرده باشد، ولی هستند دخترانی که دان ژوئن ها را هم به یک نور میزنند. همین چیز ما را وادار میکند که سری حرکت های صباحت محمد اندیشه نماییم. چی در نظر دارید؟ پیش از همه میراث را. تحلیل پرونده های جنایتی ما را وادار میسازد که سری این مسئله اندیشه نماییم. ببینید بسیار حالت هایی هستند که برای میراث شده یکی قصد جان دیگری میکند و در واقعی مذکور هم همین حالت را انکار کردن نشاید. مادامی که دخترک به خاندان جلیل برات رفته است، البته او را مطلبی هست. دختر میتواند با واسطه DNK اثبات نماید که طفلی در بطنش بوده از صالح است، خواه او در قید نکاح هم نباشد. نزد دولت فرزندان را اینش از نکاح تولد شده است و ویش به نکاح جدا نمی کنند. سود می تواند طفلی در بطن صباحت را نیز همچون میراثخور اعتراف نماید. حالت دیگری را نیز نباید به گوشه فراموشی دهیم، چون که من هنوز در خودی ملیسه سری این مسئله اندیشه نمودم. گوش میکنم. عموما به جنایت دست زدن را از روی رشک چون نظریه پیشنهاد میکنم. گفتنید که آنی که قصد جان صالح جلیل نموده است دلداده صباحت محمد است. اینش را نمیدونم، ولی همچون نظری به انابت گرفتن آن از منفعت بیرون نیست و ما نیز نه بهری پیشنهاد نظریه های خش به اینجا آمده ایم. میدانم اکنون من همچون خود شما از تقدیر طفل و صباحت در تشویشم. اگر در حقیقت او با طفلش نیتی میراثخور شدن داشته باشد، به یگان کار دست نخواهد زد و همه نگرانی ما در این سمت بیهوده است، چون ما مرام و مقصد صباحت را نمیدانیم. بهتر میشد که شما با وکالت‌های خش این کار را پیشگیری میکردید. رفت و در حقیقت یگان گپ نباشد. در آن صورت ما سر ما را به کجا زنیم؟ من در این باره با حامد جاوید صحبت میکنم و اگر راضی شود بگذار با راه اپراتیوی ملیسه محلی زیست صباحت محمد را آگاه نماید. اگر کارهای اپراتیوی نتیجه دهند پس ما باز نزد شما می آییم. به هر حال صباحت محمد هم می تواند در کشادن این معما به ما یاری دهد. تنها بعد گذرانیدن حرکت‌های اپراتیوی ما باز سر این مسئله برمیگردیم. ساربانی حامد با سری چند مسئله دیگر همراه مفتش پروکراتور صحبت نمود. نهایت رخصت رفتن پرسید. صمدوف آنها را تا پیش بنا گسیل کرد. چرا صمدوف این طرفی مسئله را به ذمه ما گذاشت؟ پرسید گروینسوف از پهلوی استادش قدم نهاده. اینجا گپ در سری تو من نیست. صمدوف این طرفی مسئله را به ما هم حل کرده می توانست. پس چرا حل نکرد؟ چون که در ترازوی وقت شرف انسان می ایستد و اگر رفت و صباحت محمد حامله نباشد، وی خودش دعوا کرده است که در بطنش طفل 6 ماهه دارد. دعوای وی دیگر است و کاری ما دیگر. وی به ملیسه آمده دعوا نکرده است که شاید زیر کاسه نیم کاسه باشد. برای همین حل چنین مسئله ها با راه اپراتیوی که خود خراکتری مخفی دارد هم شرف او و هم شرف ملیسه ها را حمایه می کند. هم دل به دست آید و هم یار نرنجد. همین خیل؟ بله. دوران، دوران، لیلی شمایید؟ باز کی میشد؟ 5 دقیقه پشت درتان آواز میدیم ولی از گور صدا میاد از این خانه نی. اگر کفشایتان نمیشدن گمان میکردیم که کسی در خانه نیست. با آشخانه گذرید، من حاضر. لحظه پس دوران آمد و چایجوش آب گرفته بالای گاز ماند. سپس بالای کرسی نشست و به طرف دختر نگریست. نگاه جویای سوال بود. او فهمیدن میخواست که در بالا چی گپ و خبر. فهمیدن میخواست که آیا بالا از بار آورده صالح جلیل خبردار هست یا نه. لیلی از نگاه او مقصدش را پی برد ولی خود را به دست گرفته نگاهش را از نگاه مولا گریزان. بگذار سوال دهد، چون سخن از زبانش براید من او را با سخنانی خودش به دام میپیچانم. چنان پیچانم که نفس در گلویش درماند. خیر، گپ زنید.
چی گویم؟ هرچی دلتان خواهد گویید که در بیرون چی گپ‌های تازه. چی خودت در زندان بودی؟ بین این 4 دیواری بتونی برایم زندان بود. مثل گرگ نه پری پروانه یابی و نه صدای بلبل شنوی. جاغم به درد آمد تا تو را بیدار کردم. روزی دراز بیکار نشستی و چنان خوابی به راحت رفتی که تمام شب خوابم نبرد. از یک پهلو به پهلوی دیگر غیل زدم. شانه هایم را درد گرفت. سری صبح خوابم برده است. پای قدمتان وزنین بوده است. چخیل وزنین؟ مثل گرگ. هیچ نفهمیدم که چطور پای قدم آدمی به گرگ مانند بوده است. ای لیلی خانم، من پای قدمت بد نگفتم که ملال خاطرت گردد. گرگ چنان پای قدمی خوب دارد که چوپان را خواب میبرد و اون میماند و رمه. کاش گرگ میشدم. از دل گذران لیلی و حادثه امروزه را به یاد آورد. افسوس بران خورد که چون گرگ به دوران هجوم نکرد و قصد خویش از زندگی نستانید. اگر او چون گرگ کمی دلیری ظاهر میکرد حالا در آغوش دوران بود و به جای این سؤال و جواب بی‌معنی از شربت عشق مست و معمور گشته. او آه کشید که در آن همه درد و علمش افشا گشت. این آهی به درد را سبب چیست؟ نارسایی ها از تلخی روزگار. هیچ باورم نمی آید که دختری که به قول صالح جلیل گردآفرید نام گرفته است در زندگی کمبودی داشته باشد. حتی شاهان هم در زندگی کمبودی و نارسایی دارند. بیامان لیلی، شاهان هیچ نارسایی و کمبودی ندارند. آخر من نه شاهم و نه شاه دختر. خدا رحمتی صالح در دیگر عقیده بود. صالح جان آدم بود. مرگ او مرا نهایت رو افتاده نمود. از دست ما بنده های آسی چه هم می آید؟ به جای نیکی به او بدی کردم. راست گفتن که نیکی به پیامبر خدا رهرو نیست. پس چرا از امری بالا سر نپیچیدی؟ مگر از امر سر پیچیدن ممکن است؟ به جای جواب سؤال داد ملا. ندانم. کیف به هم کشیده گفت دختر. انا دیدی باز مرا تشویق بران میکنی. نه، من تشویق نکردم. آخر خودتان گفتید که صالح به شما نیکی کرده بود، یا من نادرست فهمیدم؟ همش درست. خدا رحمتی میگفت که از امری بالا سرپیچیدن این برابری از جان خویش دست شستن است. اگر من هم از امر سر میپیچیدم دیگر کس آن را اجرا میکرد و به گمان بود که شما امروز با من صحبت میکردید. لیلی دید که در حقیقت دوران به موجودیت بالا باوری کامل دارد. دلش کمی تسکین یافت، ولی از سؤال دادن همان را خودداری میکرد. بگذار خودش گپ زند، در آن صورت بغی کردنش آسان تر میشود. چون از موجودیت بار خبردار شوم انتقال آن را نیز به ذمه‌اش میسپارم، خواه تیر کفد خواه جواز. چنان نمایم که به خاک پایم بوسه زند. چرا خاموشی؟ یا سخنان من نادرستند؟ همش درست. شخصا من افسوس بر آن میخورم که حیات خویش را با چنین تشکیلات پیوستم. شما چی؟ دوران برقوار سخنان صالح جلیل را به یاد آورد. لیلی به شف نزدیکتر است. در همه حالت سخن او قوی حل کننده دارد. برای همین از این دختر شیطان احتیاط باش. شاید مرا امتحان میکند، چون ناراضگی مرا شنید خبر به گوش شف میرساند. مرا باشد خودی تقدیر به این تشکیلات پیوست و در این جاده خدمت‌های صالح نهایت بزرگند. افسوس که بنده ناشکر به قدر خدمت‌های او نرسیدم. تقدیر را باشد به همان نیک و بدش شکرگزاری کردن لازم، وگرنه لقمه فرو می‌بردگیت حلال نمی‌شود. من قرط تیار شده رفتگی. اگر آوردن سله را امر دهی برایت سله را با کله یک جایه می آورد. آفرین به صالح. ببین از این مولای جادوگر من قرط تیار نموده است که به عوض جان خودش تیار است به همه کار دست زند. بالا گفته جان می دهد. پس از چنین شخصان نیکی را انتظار شدن ممکن است. البته در همه کار نانی خویش حلال کرده خوردن بهتر است. نهایت پاسخ داد دختر. دوران دسترخوان گسترده پیاله چای را پیش لیلی گذاشت. صاحب خانه مهمان را تکلیف کرد که نان شکند. تشکر گویان دختر دست به نان برد و برده این نان را به دهان انداخت تا صاحب خانه خفه نشود. هرچند لیلی نیز صبحانه نخورده بود، ولی از چی باشد که اشتهاش بسته بود. در روی دسترخوان بجز شیرین مرغ همه چیز یافت میشد، از سسی تا پنیر، ولی لیلی را اشتها نبود. صاحب خانه پاره حسیب را به پنیر یک جایه کرده مابین نان گذاشت و به دهان برد. عموما اشتهاش قازگیر. لیلی اشتهای او را دیده خلاصه کرد که یک هفته باز لقمه نان به دهان نبرده است. آن نان شکنید. نهایت به خود آمده گفت صاحب خانه.
تشکر دوران، من برای حرمت الکی نون شکستم، گفت لیلی و علاوه کرد که پیش از همین جا آمدنش صبحانه خورده است. هیچ گمنی نان با نان جنگ نمی کند، گیرید التماس. دختر این دفعه پیاله چای را به دست گرفت. در واقع در بالا نسبت به کاری ما چی گفتن؟ کدام کار؟ از بین بردنی هیچ چیز نگفتن. به فکرم شیف سنجشی همین مسئله را به ذمه کدام از نزدیکانش واگذاشته است. چی گفتید؟ سنجشی مسئله را پرسید؟ دوران در حالتی که قریب لقمه در گلوش در مانده بود. لیلی به پیاله خالی شده صاحبخانه چای ریخت و پیاله را به دست مولا داده گفت یک قلط آب گیرید، یک قلط آب. دوران 2-3 قلط آب گرفته راهی نفسش گشاده شد که تبسمی لطیفه به دختر هدیه کرده دوباره سوالش را تکرار کرد. چون جوابی آن گرفت رنگ و رویش تغییر یافت. این تغییرات را لیلی نیز مشاهده کرد. خفه نشوید، قاعده همین است. اجرای هر امر را باز به راه پنهانی می سنجند. نسبت به کمبودی های جای داشته که در رفت عملیات ها به وجود می آید به شیف معلومات می دهند. صالح جلیل هیچگاه در این باره سخنی نگفته بود. نخواد به زیر دستانی خویش باور نکنند. صالح جلیل هم در این باره یگان چیز نمی دانست. من هم دیروز ناخواست فهمیدم که شیف به طور پنهانی نتیجه عملیات ما را می سنجد. سنجش چی لازم بوده است؟ آخر ما عملیات را اجرا کردیم، دیگر چی می خواهند؟ از کجا دانم؟ کیف در هم کشیده گفت دختر. در واقع تو سخنان ما را گفتی؟ کدام سخنانت را؟ صالح جلیل بیبار آمده بود. گفتم، ولی از زبانی شما. چه خیلی از زبانی من؟ شما گفتید که صالح به دست آویز آمده بود. من باشم همین گپی شما رو گفتم. شیف چی گفت؟ هیچ چیز نگفت. نباشد بعد سخنانتون باور کرد؟ نمیدونم. شیف را فهمیدن دشوار. شاید همین مسئله را سنجیدنی شده است. کی میداند اگر ما به خطای راه داده باشیم سری خویش به باد خواهیم داد. چه خیلی خطا؟ رفت و شیخ معین نماید که صالح بار آورده بوده است. چه خیلی او معین میکنند؟ آخر صالح در قید حیات نیست، پس چی طور این را معین میکنند؟ این دشوار نیست. احتمال شیف به جز صالح با مردمی ساحل آمو با دیگر کانال ها هم علاقه دارد. اگر در حقیقت صالح از سفر آخرینش به دستاویز برگشته باشد به من و خودت خوف تهدید نمی کند. باور نما لیلی، در حقیقت او یگان بار نداشت. سر به زیر افکنده گفت دوران. من باور کردم، ولی از باوری من چی سود؟ تو پیش از آن که صالح را به دارالبقا راه خط دادی از زبانش باید میفهمیدی که بار آورده است یا نه. همین طرف این مسئله را من فکر نکردم. چون او پیدا شد قلنگ را زیر کردم. من به خودت فهماندم که همه کار را پخته کردن لازم. خودت باشید. اکنون چی می شود؟ از کجا دانم؟ رفت اگر شیف داشتنی باری صالح جلیل را معین کند ما سر به سلامت نخواهیم برد. ما نه. من چون که با صالح من واخورده بودم. میفهمی دوران، من و تو و اگر تو به خطای راه داده باشی مرا نیز همراهت به اون دنیا میبری. آخر او به بار آمده بود. چون من تیر را به سینه جا کردم رفته دیدم که یگان بار ندارد. تا اول باید میفهمیدی که چرا او به بار آمده است. نخواد در شب تار یراق را پنهان کردن ممکن نبود. همه حالت را باید میفهمیدی. همه حالت را. ببین تو چیکار کردی؟ فکر خودت را نکردی. اکنون از روی تو شدم من هم در بالا میمانم. دوران تو میفهمی که مرا نیز در بلا مانده ای. لیلی این سخن بگفت و اینان گریه را سر داد. آرام شو لیلی، آرام شو. آرام شو میگویی. تو خودت اندیشه میکنی که چی ها گفته ایستاده ای؟ تو آیا میدانی که از روی خودت شدم ما در کدام وضع افتیده ایم؟ آخر وای بار نداشت. گناهی من چی؟ کاش که همین طور میشد. از دو سر اگر معین نمایند که او بار داشته است ما سری خویش به باد خواهیم داد. نخواد یگان علاجش نباشد؟ نمیدانم. با آوازی گرفته گفت دختر. احوال او را دیده دل خودی دوران را هم وهم زیر کرد. مادامی که لیلی بر این دختر با شیف نزدیک است از جان خویش میترسد پس وای بر حال او. دگان علاج باید کرد وگرنه بار همان خیل زیر خرسنگ میماند. چه خیل به او فهمانم، چه خیل. گوش کن لیلی، رفت و صالح در حقیقت بار آورده باشد؟ چه خیل بار آورده باشد؟ خودت گفتی که بار نداشت. گپم رو نبر. رفت و در حقیقت او تا به پیش من آمدن از روی احتیاط بار را در یگان جا پنهان کرده باشد. چی؟ به گمان است. چه خیل به گمان؟ همه کار شدنش ممکن کو؟ ممکن، ولی خدا میداند که به هر حال ما یک بار باید موضع خشکک دره رو رفته بینیم.
اگر همان وقت اندیشه میکردی حاجت به معین آب کنی این روزا نبود. اکنون کاری شدگی شد. من هم تا اندازه گناهکارم. نمیخواهم که از روی من شده خودت عذاب کشی. عذاب میگویی. اخلاق در جایش او انگشتش رو به پهلوی سرش مانده تاب داد. اما سری خیش به باد میدهیم و همش از روی تو شده. چخلی که روزها میگویند نفسیا پتیرینه. خوش که باشه چی پیشنهاد داری؟ گفتنی نیستی که بیا از جمهوری گریخته رویم. شخصا من از وطن به یگان جا نمی روم. اگر کشن هم در خاک وطن کشند. دستی بالا دراز است. به کجای رویم ما را می آبند. 1 سال پیش یا 1 سال پس فرق ندارد. من به یگان جا نمی روم. نه من هم نیتی گریختن ندارم. تکلیف میکنم که یک جا به همون موضع خشکک دره رفته اون محل را از نظر گذرانیم. رفت و ساله بار را یگان جا پنهان کرده باشد. گمان داره که آن را میابیم. پیتکه نی پیتکه. برای این چند وقت لازم؟ 1-2 روز. اگر در حقیقت ساله بیبار آمده باشد ما بیهوده وقت صرف میکنیم. به هر حال ما باید باوری حاصل نماییم که او بار نداشته است. اگر داشته باشد چی؟ ما بار را یافتن لازم. فرض کردیم یافتیم، پس آن را چیکار میکنیم؟ منطرفش کاری تو لیلی جان. یگان بلا کرده شیف را میفهمانی. وعده نمیدیم ولی کوشش میکنم. باوری دارم که تو شیف را فهماده میتوانی. نمیدانم در این زمانه به کسی باور کردن ممکن نیست. به شیف هم؟ دل شیف را من از کجا دانم؟ به فکرم ما همه لخته که دست او هستیم. تو هم؟ من هم استثنا نیستم. در صورتی که او به سخنان من باور نکرده است و سنجش دوام عملیات ما را به دیگر کس سپرده است. رفت و در نظرت نموده باشد؟ نه سال اول نیست که با شیف سر و کار داشته باشم. میدانم که او به چه کارها قادر است. اگر در حقیقت صالح بار نآورده باشد چی؟ در آن صورت به ما یگان خوف تهدید نمی کند. کاش که همین خیل میشد. آه کشیده گفت دختر. در این آه چقدر رازها پنهان بود. خدا میدانست و خودی لیلی. از سخنان لیلی دلی دوران آتش گرفت. رویش تا بناگوشش صبح سرخ شد و قبل در میان آب و آتش ماند. گردآفرید باشد اوضاع پریشان او را فهمید که مولای جادوگر چون بلا از بلا ترسید که همانا لجام سخن به دست گرفته گفت در حقیقت تو کفالت داده میتوانی که صالح از ساحل آمو بیبار برگشته بود. من الکی همش را به شما گفتم ولی کفالت هم داده نمیتوانم. نباشد کارهای ما بد. چخیل بد؟ چون که تو کفالت داده نمیتوانی و اکنون لازم میاد که به جستجوی بار برایی. من تنها نه همراه میبرایم. رفت و شیف فهمد که من همراهی تو در آن موضع گشت و گذار داشتم. کارها از بد بدتر میشوند. به فکرم همین چیز را تو باید فهمی. نه من نمیتوانم برای بار مرا کشند. بهتر از آن است که از رشک کشند. پس چی باید کرد؟ جستجوی بار به زمین خودت. چون آن را یافتی در همانجا پنهانش کن. سپس یک جای رفته آن را میگیریم. اگر شیف هم باور نکرد ما یگان کسی را از نمایندگانش میبریم تا با چشم خود ببینند که صالح خودش بار را با کدام مقصد پنهان کرده است. رفت اگر نماینده همراه ما رفت یک باره به سمت بار رفتن لازم نیست. 2-3 ساعت این طرف و آن طرف را کافتن در کار. ناگهان از پیش بار میبراییم. بعد جستجوی ها آن را میابیم. باوری هست که در آن صورت به ما باور میکنند. سامیان عزتمند یادرس می‌شویم که شما خوانش بدیعی رو از روی رمان تیغ سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصر و محرر لطفیه قربانова. پایان گفتار نهم. دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.